سلام به همه بچه‌ها. کتابی رو میخوام بخونم به نام کیو کیو کشتمت. نویسنده ماری فرانسین اور. تصویرگر ژان لوک ترودل. مترجم نیلوفر پارسیفن. انتشارات توتی. تمام روز مائو با خودش فکر میکند. چقدر زمان دیر می‌گذرد. انگار در زندان هستم. ته مدادش را می‌جود. از پنجره بیرون را نگاه می‌کند. به آسمان چشم می‌دوزد تا زمان تندتر بگذرد. کیو کیو کشتمت. کاش زودتر تمام شود. او فقط به یک چیز فکر می‌کند. رفتن به خانه و شروع بازی جنگیش. تمام روز اوتام با خودش فکر می کند. چقدر زمان دیر می گذرد. انگار در زندان هستم. آسمان را نمی بیند. در قفل است و پنجره ها پوشانده شدند. چون بیرون از اینجا جهنم است. کیو کیو کشتمت. کاش زودتر جنگ تمام شود. او فقط به یک چیز فکر می کند. بیرون رفتن از خانه و برگشتن به مدرسه. بالاخره بعد از ظهر مائو به خانه می رسد. برای خودش عصرانه درست می کند. جلوی صفحه کامپیوتر می نشیند و بازی جنگی شروع می شود. آماده شلیک. دشمن را زیر نظر می گیرد. روی صفحه بزرگ و شفاف کامپیوتر مثل یک انسان حقیقی، مثل یک اسلحه واقعی، مثل یک شلیک واقعی. کیو کیو کشتمت. یکی کشته شد. مائو از خوشحالی بال در آورده است. بالاخره بعد از ظهر از راه می رسد. اوتام در گوشه‌ای نشسته است. ناخن‌هایش را می جود. خواهر کوچکش ناله می کند. مادر و پدر نگرانند. بیرون از خانه شورشی هایی که معلوم نیست از کجا آمده‌اند داد و فریاد می کنند. آنها سر تا پا مسلحند. به هر کسی شلیک می کنند. حتی به بچه ها. کیو کیو کشتمت. به چه حقی این کار را می کنند؟ اوتام از این وضعیت متنفر است. پدر مائو از سر کار به خانه می آید. مادر هم با کلی خرید از راه می رسد. سلام مائو، مدرسه چطور بود؟ مائو جواب نمی دهد. او سرگرم بازی جنگی است. کیو کیو کشتمت. پدر سرش را نوازش می کند. مادر می بوسدش و هر دو برای آماده کردن غذا به آشپزخانه می روند. مائو با آرامش به بازیش ادامه می دهد. پدر اوتام چاره دیگری ندارد. خانواده‌اش گرسنه‌اند. او باید چیزی برای خوردن پیدا کند. با دعا که تنها سلاح خانواده در مقابل جنگ است از خانه خارج می شود. کیو کیو کشتمت. اوتام با شجاعت می گوید نگران نباش مادر. پدر بر می گردد. مادر را نوازش می کند و خواهرش را می بوسد. اما در دلش آشوبی برپاست. شب از راه می رسد. داستان همچنان ادامه دارد. مائو اصلاً گذشت زمان را حس نکرده است.
پدر میگوید بس کن، دیگر وقت خواب است. هنوز نه. فقط 3 نفر دیگر را بکشم برنده‌ام. مادر از دور میگوید عزیزم دیر وقت است. فردا صبح مدرسه داری. او با ناله میگوید خوب. شب از راه میرسد. داستان همچنان ادامه دارد. زمان به کندی میگذرد. اتام به شدت کلافه است. بیرون از خانه غوغایی برپاست. بوم! یک انفجار. خانه میلرزد و سقف ترک برمی‌دارد. او از این همه اسلحه کشته و زخمی خسته شده است. بس است. اتام چشم به در می‌دوزد. پدر برگرد، خواهش میکنم. دیر وقت است. خواهر کوچک اتام به خواب رفته است. او هنوز بیدار است. مادر هم بیدار است. اتام فکر می کند مرگ به آنها خیلی نزدیک است. مرگ سیاه‌پوش در انتظار پدر اوست. این فیلم ترسناک مدام در ذهنش تکرار می شود و او نمی تواند جلوی آن را بگیرد. این فکرها کم کم دیوانش می کنند. شب است. او در تختش غلط می زند. بچه بودن خیلی بد است. او یک روزی فکر می کند که بزرگ و آزاد باشد. آزاد تا بتواند هر کاری دلش خواست انجام دهد. او می خوابد به امید اینکه آن روز هر چه زودتر از راه برسد. ساعت چند است؟ او گیج و منگ است. کسی در را باز می کند. پدر؟ نه. دزد است. اسلحه به دست وارد اتاق می شود. نزدیک تخت می آید. او از ترس خشکش زده است. کمک! از خواب می پرد. پدر دوان بالای سرش می آید. چیز مهمی نیست پسرم. کابوس دیده ای. ساعت چند است؟ اتام گیج و منگ است. خوابش نمی برد. پدر هنوز برنگشته است. بیرون از خانه آرام به نظر می رسد. جنگ فروکش کرده است. گروه نجات از زخمی ها مراقبت می کنند. کشته شده ها را یکی یکی می شمارند. پدر هنوز برنگشته است. سکوت در خانه سنگینی می کند. پدر هنوز برنگشته است. چه کابوسی!